امروز به مراسم تدفین رفتم. اول میخواستم این اتفاق را آنگونه که دلم میخواهد بنگارم، اما تصمیم دارم هر آنچه را که چشمانم دیده بنویسم. فقط آنچه را که چشمانم دیده، نه عقلم درک کرده. زن جوانی در حادثه تصادف کشته شده بود. شوهر در کنار جنازه زن زانو زده بود و خیره به تابوت مینگریست. نه چیزی میگفت و نه چیزی میشنید. فقط خیره بود. در هنگام ورود به قبرستان پدر زن آرام با خودش نجوا می‌کرد. نهار نخوردم تا بچه‌ام را بزرگ کردم. گریه نمی‌کرد. آرام بود ولی نجوا می‌کرد. به کنار تابوت که رسیدم، مرد پارچه روی تابوت را به کناری زد. آرام دستانش را روی صورت زن روی کفن نهاد. همان صورتی که بارها با لبخند پذیرای شوهرش بود، اما اکنون سرد و بی حالت با چشمانی بسته آرام گرفته بود. حتما سردی صورت زن را کاملا از زیر کفن حس می کرد. شوهر به آرامی صورت زن را نوازش کرد. آرام و بی صدا. به چه می اندیشید؟ به لحظاتی که این صورت با دو چشم عاشق به چشمان مرد نگاه می کرد و یا سکوت ناگهانی زن. دائم دستانش را تکان میداد و با چشمانش صورت خیالی زن را میکاوید. حتما به خیالش میآمد که اکنون زن برخواهد خاست و دستان نوازشگر را بوسه‌ای خواهد زد. مردم جمع شدند و تابوت را بلند کردند. مرد نیز برخاست و دستی به تابوت گرفت. خدایا، به چه میاندیشید؟ نمیدانم. چرا ساکت بود؟ نمیدانم. مرد سرش را بلند کرد و به جمعیت نگاه کرد. چرا این جمعیت اینجاست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ میدانست یا نه؟ در چهرهش چیزی بود که به زبان و نوشتار نمی آید. نگاهی به من کرد ولی مرا نشناخت. جمعیت صلواتگویان رد شدند و به مزار رسیدند. زن را از تابوت درآوردند و با صلوات در قبر نهادند. کفن را به کناری زدند و صورت زن را بر خاک نهادند. خدایا، چه حکمتی اینجاست؟ مرد به چه می اندیشید؟ تنها نگاه می کرد و دستی بر کفن داشت. میدانم که چه گذشته، اما نمیدانم چرا. مرگ یک انسان همانند خاموش شدن یک شمع و یا پایان یک خواب نیست. به انتها رسیدن یک احساس است. جمعیت با دیدن گریه بستگان زن آرام شدند و هر کسی با یادآوری آنچه که در قلب خویش دارد به گریه درآمد. آرام نگاه می کردم و می اندیشیدم که پایانی جز این برای ما نیست. خاموش و سرد.